سلام، سحر هستم. میخوام با شما طراحی وبسایت رو شروع کنم. اول از همه هر برنامه نویس نیاز به یک محیط برای کدنویسی داره و یکی از بهترین محیط‌های کدنویسی برای وبسایت VS Code. VS Code یک آیدی قدرتمنده که قابلیت‌های زیادی داره به صورت رایگان در اختیار برنامه نویسا قرار گرفته. آموزش نصب و راه‌اندازی این آیدی قدرتمند رو قراره توی این قسمت با هم دیگه یاد بگیریم. فقط کافیه اسمش رو توی گوگل سرچ کنیم. حالا از این قسمت و حالا برای سیستم خودتون که الان برای من ویندوز هست نسخه مورد نظرتون رو دانلود میکنید و حجم خیلی کمی هم داره، فقط کافیه وایسین تا دانلود شه. بعد از اینکه دانلود کردن فایل تمام شد فقط کافیه روش کلیک کنین، این قسمت رو اکسپت کنین و next و اینستال. حالا من چون نصب دارم دوباره نصبش نمیکنم. و از این قسمت میتونیم خیلی راحت برنامه رو باز کنیم و این هم محیط VS Code.